واحد بریمن ناگلو قهرمان جهان است، قهرمان آسیا هم در کورش که از ایران به تاجیکستان آمده است. حالا با رجبوف یک تن از ورزشکاران تاجیکستان از ناحیه جبار رسولوف رقابت را در دوره اولی وزن 71 کیلو شروع کرد. واحد استعداد خیلی بالا دارد. این را هم میدان های باشگاه نشان داد، بدن گرفت. امتیاز اول به پهلوان ایران نصیب شد. و بارش زیادی باران نگاه نکرده مسابقات نفوذش باز خوبتر و شایسته تر میگردد. محمد عیسی رجبوف این سال کار در چمپیونات مملکت در رشته گشتنگیری بسیار سطح بلند برنامه کرد و عنوان قهرمان تاجیکستان را در همین وزن به دست آورد. اندکی توقفش البته اینجا فکر میکنم که باز به نفع کار خواهد بود. حالا پهلوان ایرانی برای دوام تلاشش راهی خوبتر می جوید، اما ورزشکاری ما نمیگذارد که دیگر باره حریفش زود در عملی کردن اصول ها و حرکت هایش موفق باشد. بعد از دستور داور بود وگرنه این امتیاز هم داده می شد به سبزپوش تاجیکستانی. After this contest period, the athlete under 71 kilos representing Kyrgyzstan, Bayman Oğlu Sagunbay. Is representing Tajikistan, Muhammad Iso Odinazoda. بعد از این واخوری تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان محمد ایسا اودینازاده و نماینده جمهوری قرقیزستان بایمن اوغلو ساگونبای. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان حسین زاده محمد رجب. محمد رجب حسین زاده قهرمان جهان را بگیریم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان محمد ایسا اودینازاده و نماینده جمهوری قرقیزستان بایمن اوغلو. غلبه مبارک باشد. قهرمان جهان در استرافشان ناکام گشت.